بار دیگر خوش آمدید میگم. دادر عبدالرحمن را شما شاید برابر فرزند هم باشید بر من. امروز تمام تاجیکستان مادر شماست. تمام تاجیکستان احساس میکند حال مادر شما را و در دفاع از مادر شما پیش از این اگر برنامه را پیگیری کرده باشید چندین نفر مادران برآمدند گریستند. حتی نفری گفتند که من لباس زنانه را بدر میکنم برای همان کارمندان مقامات میدهم بیاید زن شده نشیند من رفته کاری مردانه آنها را اجرا میکنم. انا در همین حالت هم بود. خب عبدالرحمن بفرمایند دیگر رشته سخن را برای شما میسپارم. خب آواز ما کمتر خاموش کرده بود. و علیکم السلام آقای سایما سعید و تشکری خدمت میخوام با شما و با بینندگان و برادران و خواهران ابراز کنم. الله سبحانه و تعالی جزای خیرتان می‌دهد برای ماراثون تشکیل کرده شما و دیگران همه شخصانی که در این کارهای خیر یک جای میباشین. الله از شما راضی باشد. و اولی برنامه‌تون کمتر تماشا کردم پس اون برآمده بودم و الحمدلله برگشتم و داخل برنامه شدم و خواستم که اگر که سوالایی که باشه در سوالات جواب بدم اپا جان و همین خیر. خب به هر حال شما به هر حال آگاهتر از ما هستید از حال مادر. خشوتباران خود گفتگو میکنید. رسا 5 روز شد. این شب ششم است الکه. اگر روزی سیوم باشد در تاجیکستان که الکه سنه ششم هست سنه نهم هست. یعنی که چه وقت بردند مادرتان را با کدام بهانه بردند در این باره من بر شنونده ها چیز نگفتم چون آگاهی همه از رسانه ازیا پلاس و آزادی اون چی که انتشار کردند من آن را بازگو کردم. در این باره خود شما میگفتید خوب بود. مرحمت. خب مشکل نیست. تقریبا ما کمتر فراموش کرده بودم که کی انیکترش که تلفن مادر ما را گرفتم. یعنی که تقریبا 1 ماه پیش بوده است. 1 ماه پیش تلفن مادر ما را گرفته بودند. این هم به قرار سود و به قرار حتی یگان کس تنها با خواهشی همون رئیس ششم عدل. البته که نامون نصب شد پس اون پیشکش مردم خواهم کرد ان شاء الله. تنها با خواهش همون کس تلفن مادر ما گرفته شده بود. پس اون روزی کمتر عریض میباشم. پس اون روزی دمین 2 فوریه با مادر ما زنگ زدن گفتن که فردا اومده تلفن خودتون رو گرفته بره. اما روز سوم که شد پدرم گفت که با تو برام اما متاسفانه مادرم گفت که نه تنها میرم تلفن من تیز گرفته و خونه برمیگردم. متاسفانه وقتی که مادر میرم همه خیلی دیگه برنمیگردن. وقتی که صبح روز سوم میروم و وقتی که از بین تقریبا 6 ساعت که میگذرم و پدرم خاطر میشود با همون شعبه کارهای داخلی با اصطلاح ششم عدل میروه و میگه ببخشید چی گپه که زن ما به خونه برنگشت. میگه که زن شما در اینجا نیست اینجا اومدگی نیست. میگم پس اون تقریبا میگفت که من خبری افتاد که مادر من دعوت شدگی بود اما به خونه برگشتگی نیست و من دعوت صبر کردم که تو شب انتظار باشین. تو شب اومد نه اومد اگر خیلی معلوم است که در کجاست در کجا نیست. اما متاسفانه شب دیگه نیامد و معلوم است که در دست مقامات است. 5 روز شد. بله همین گونه من راستی گپ در حیرت موندگیم باز همه آوازهای من تماما گم شدگی بود همه طرفه. یعنی که یک امتحانی کمتر بزرگ بود برای مرا راستی گپ. اما در فهمش ما حتی باوری نمیکردم که مثال مادرت را میکپن میگیرن میبرن و حتی با خشت بارتون میگن که در اینجا نیست یا که اینجا آمادگی نیست. حتی ما باور کنین در ویدیو گذاشته خود حتی ذکر کردم که اکنون ما به درد مردم تاجیک رسیدم. اکنون ما مردم تاجیک امروز میفهمم که در حقیقت نسبت یک جوانی که مرا مثال صدها هزار تماشابین دارم میلیون ها تماشابین و صدها هزار ابونچی دارم نسبت من این کار کردن. پس جوانان تاجیکی که اونها صدها هزار تماشابین ندارن و یک مثال در کلوب زندگی میکنن در خوجند در پامیر پس چگونه حقوقهای آنها پایمال میشود؟ آنها را حقوقهاشون پایمال میکنن و هیچ کس حتی خبر نمی‌یابد. انا مشکلی کلان در کجاست؟ اپای سایما که
یعنی از رسانه‌ای شدن این رفتار ننگینشان هم یگان آریت نمی کنند. از آن که امروز همگان گفتند چگونه دست مرد برداشته شد بالای زن که او را محکم کنند برده دزدند. دیگر این تلفن یک زن را ربودن و دیگر به زنگ جواب ندادن، این خودش الکه یک مردینه، این دزدی است، این فریب است. مرد شماریدن، مرد گفتن سخت ننگ است. هر نفر مرد می شمارد خود مرد نیست آنها را. من شما را اپا جان در این مسئلات هم میخواستم یک چیز خاطر رسان کنم. از همه دشمن اسلام، کلانترین دشمن اسلام این ابو جهل بود. بعد از ابو جهل پرسان کردم، گفتن چرا خونه محمد نمیروی در خونهش با او گپ نمیزنی، یعنی که مسئلهش رو نمیبینی؟ گفتنی با زبان روسی میگن که یعنی نمیخواهم تو که پسان بگویند که یعنی من فرزندای محمد را ترساندم. یعنی همون دشمن کلانترین اسلام برای خودشان یک ننگ و ناموس داشته و امروز با نام مثال متاسفانه مسلمان اما این گونه عملها را به انجام میرسانند. نه تنها ضد فرض‌ها و سنت‌ها مبارزه بودن، بلکه زنها را دزدیدن برای اینها با اصطلاح گویا مردک این چیز زیادی شده. صد افسوس که امروز خودشان نمیدونم توجیک و با تاریخ 25 میلیون ساله میگیرن این عملها را به انجام میرسانند. راست گپ یک شرمندگی تنها شرمندگی. و بله، یک اشتراکچی ما مادر که 80 سال زیاد عمر دارند گفتن در دوام حیات خود از یگان کشور نشنیدم این حال را. من هم در یگان رسانه نخواندم که مادر نفری را بوده باشند. تا امروز یک شرمندگی بزرگ شد در تاجیکستان و متاسفانه با نام مردها اجرا کردند این شرمندگی را. آغاز برنامه من هم همین خیل بولهب را مثال آوردم. شکند دست بولهب شکند، دست مستی مایو طرف شکند. بولهب داره ما در کشور و امروز زمام قدرت در دست اوست. این قدرت هم نیست، این سیاست هم نیست، این همگی یک مدت از امتحان گذاشتن ملت تاجیک است. امتحانات خداوند است و امتحان خداوند بر همه ما مبارک باشد که ما را انتخاب کرده امتحان میکند. خداوند شما را هم انتخاب کرده خداوند و از امتحانش میگذارید. البته باور دارم حکمت دارد، این حکمت دارد. البته که من میتونم یکی از حکمت ها میتونم که داخل کنم پای سایما. ببینید که ما را مثال اپوزیسیا و ما شخصایی که جنایت های این مثال ظالم ها را نقل میکنیم، نه همه مردم تاجیک ما را دستگیر میکردن، نه همه مردم بودن. مثال از بین 100% 10-15% که از سیاست امروزینه راضی بودن، میگفتن که بله حجاب من است، ما حجاب نمیکنیم، اما ریش من است، نماز من است، اما شکری وطن تینجی را میکنیم. در وطن ما جنگ نیست، تینجی آزاد ما گشته میتونیم. اما امروز وقتی دیدن که یک زن رو دزدیدن و هیچ چیز نمیگویند، انا امروز اکنون آنها هم در فکر زدن که امروز وطن ما وطن تینج نبوده است، آباد نیست، آسوده نیست. البته که از حکمتون همین است که همونها را در شک پیدا. بله واقعا اگر در خود تاجیکستان می بودیم ما از بیرون بخبر می بودیم، ما هم به هیچ گفته می گشتیم، از به هیچ خبر می بودیم. چون بیرون می شود هر نفر مهاجر می شود درک می کند که در چه حال است وطن. آفرین بسیار تشکر می گویم. یک بار یک دانشمند را در استرافشند حبس کرده بودند و من از معروضه های نهایت پرمضمون همین دانشمند دین واقعا لذت می بردم، گوش می کردم امر معروف هایشان را و همین نفر وقتی حرف می زدن مردم آنقدر به وجد می آمد که هر چیز می گفتند قانون بر این قبول می کردند. هنوز جوان بودم در خاطر دارم و یک بار گفتن درباره آزادی پرنده ها را در قفس نگه داشتن اوبال است. آنچنان معروضه کردند که صبح روز شنبه، روز جمعه معروضه کردن، صبح روز شنبه تمام فضای استرافشند را پرنده های خوشخوان گرفتن، همه سر داد از قفس. این تأثیر سخن اون نفر بود و همین نفر را وقتی زندان کرده بودن من برایشان نوشتم حالت یوسف در بند مبارک باشد، امتحانات خداوند مبارک باشد و همین امتحان برای شما هم مبارک باشد. این غزل خیلی دور و دراز بود. گفتی مسجد فقط منبر ذکر یکتاست، نه پرستیدن یک چند مبارک باشد. می آوردن بر مسجد کاغذهایی که تعریف نجات دهنده سیاره بود، می گفتن من اینو نمیخوانم، این منبر نی حکومت نه از مسجد است، من خدا را تعریف میکنم و همان نفر را حبس کرده بودند.
این خیلی روزها هم بود و مورد امتحان خداوند قرار داشتن شما به شما مبارک باشد. با غیر از هم این سخن را گفتنی هستم. تشکر که مهمان برنامه ما شده. خوش آمدید. خداوند تشکر. خدا نگهبان.